سانگل رادیو شبانه سلام. یه روز دیگه با یه قسمت دیگه از رمان تارگت کنارتون هستم. توی قسمت قبلی به جاهای حساسی رسیدیم و تصمیمات دورین رو باهاش مواجه شدیم. یه ضرب المثلی هست، میگن کسی که میخواد انتقام بگیره باید 2 تا قبر بکنه. یکی برای خودش، یکی هم برای اون کسی که میخواد ازش انتقام بگیره. حالا باید ببینیم اینجا اون قبر دوم رو دورین میکنه یا میران. بریم با هم دیگه ادامه این رمان رو گوش کنیم. قسمت 137. کجایی تو؟ حواست پرته ها؟ با شنیدن صداش جیغ بلندی کشیدم و به خودم اومدم. با نفس نفس به میرانی خیره شدم که دوباره روی همون دوچرخه نشسته بود و داشت با تعجب نگاهم میکرد. و اون لیوان منحوسم هنوز توی دستش بود و یه قلوپ هم ازش کم نشده بود انگار. پس نخورده بود. پس هرچی دیدم وهم و خیال بود. ولی همینا هم اونقدری وحشتناک بود که بخوام به این نتیجه برسم که من آدمش نیستم. من آدم تموم کردن زندگی بقیه و دست بردن توی کار خدا نیستم. حتی اگه اون آدم شکنجه‌گرم باشه و زندگی و آیندم و جوری توی مشتش نگه داشته باشه که دیگه نتونم روی خوشبختی رو ببینم. با همین فکر همه زورم رو جمع کردم و با همون حالتهای عصبی و نفس زدنهایی که تمومی نداشت جوری کوبوندم روی ساعد دستش که به خاطر یهویی بودن حرکتم لیوان از دستش ول شد و افتاد زمین. صدای شکسته شدنش همزمان شد با جیغ هیستریک بعدیم، ولی تو همون حال هم اونقدری حواسم جمع بود که یاد حرفای اون فروشنده بیفتم. واسه همین همونطور که خودم به سمت در سالن عقب میرفتم، کاور میران مات و مبهوت مونده رو هم توی مشتم جمع کردم و با خودم عقب کشیدم. اونقدر شوکه شده بود از این رفتارهای من که مقاومت نکرد و باهام تا بیرون سالن اومد و بعد از این که درو بستم تا حتی گازش نتونه اثری روی جفتمون بذاره، همونجا پیشونیمو به در شیشه‌ای سالن تکیه دادم و با نهایت درموندگی و بیچارگی به حق افتادم. همه این اتفاقا شاید در عرض چند ثانیه افتاد، ولی اونقدر زمان در نظرم کش اومد و طولانی شد که خستگیشو کاملا روی شونه‌هام حس می‌کردم. من که میدونستم آدم این کارا نیستم. آدم آلوده کردن دستم به خون بقیه نیستم. هیچ وقت نبودم و حتی اگه میران بلاهای بدتر از اینم سرم می آورد، بازم نمیتونستم خودم رو راضی کنم که تقاصش مرگ باشه. اونم مرگی که به دست خودم رقم بخوره. پس چرا اصلا همچین تصمیمی گرفتم؟ چرا فکر میکردم بعد از خوردن اون شربت، بعد از این که همه اون صحنه ها نه به شکل وهم و خیال که توی واقعیت جلوی چشمم جون میگرفت، من میتونستم مثل یه آدم عادی به زندگیم ادامه بدم؟ بعدش چی به سرم می اومد؟ یا باید بلافاصله کار خودم رو با اون یکی قرص تموم می کردم که اون حتی سخت‌تر از این یکی تصمیم بود؟ یا باید می رفتم توی اون آسایشگاه و کنار مادرم بستری می شدم، در حالی که دیگه هیچ امیدی به خوب شدنم نداشتم. لعنت به من! لعنت به منی که هیچ وقت نتونستم بد باشم. لعنت به من نیم ساعت پیش که اون تصمیمو گرفت و تا مرحله عملی کردنش پیش رفت و حالا روی برگشتن و بیرون زدن از این خونه رو هم نداشتم. تا اینکه خود میران وارد عمل شد و بعد از اینکه هم خودش از بهت در اومد و هم گذاشت من با گریه کردن آروم بگیرم، شونه هامو گرفت و منو برگردوند سمت خودش. تمام تلاشم این بود که توی صورتش نگاه نکنم
هرچند که باید حق به جانب می بودم و بهش می فهموندم کارش منو به نقطه‌ای رسونده که بخوام همچین تصمیم احمقانه‌ای بگیرم. باید میفهمید از من چی ساخته. باید میفهمید اون دورین مهربون که آزارش به مورچه هم نمیرسید کارش به کجا رسیده. شاید بعدش یکم، فقط یکم احساس پشیمونی کنه و از کاراش دست برداره. هرچند که بعید میدونم، وگرنه همون دیشب که منو توی بیمارستان دید باید همچین حسی پیدا میکرد. وقتی فهمید قصد نگاه کردن به صورتشو ندارم، خودش چونمو نگه داشت و سرمو بالا گرفت. منم به ناچار زل زدم به چشمای باریک شدش. بالاخره بدون مقدمه چینی اولین و محکمترین حدسشو به زبون آورد و پرسید: تو تو توی اون آب میوه چیزی ریخته بودی؟ لبمو محکم به دندون گرفتم و در حالی که سعی می‌کردم منم مثل خودش نگاهم بیرحم باشه و احساس عذاب وجدان نداشته باشم، سرمو به تایید تکون دادم. چی؟ نفسی گرفتم و با صدای گرفته از جیغ‌های پشت سر هم لب زدم: قرص برنج. جا خوردنشو کاملا حس می کردم و همین که یکم دستش از روی شونه‌ام شل شد سریع هلش دادم و از کنارش راه افتادم سمت پله ها که زود به خودش اومد و داد کشید: وایسا ببینم، قرص برنج از کجا آوردی؟ با تو هم، وایسا بهت میگم. با اینکه حس کردم داره دنبالم میاد و هر لحظه ممکنه بهم برسه، از سرعتم کم نکردم و همین که از پله‌ها بالا رفتم دویدم سمت در حیاط. چون با این عصبانیتی که توی وجودش بود و مطمئناً وقتی بهت و تعجبش از بین میرفت بیشترم میشد، تلافی این کارم و سرم در می آورد و من نمیخواستم به اون نقطه برسم. واسه همین با خیال راحت از این که با اون لباس نمیتونه توی خیابون دنبالم راه بیفته، بی اهمیت به حال بد خودم و ضعفی که توی جونم حس می کردم تا جایی که در توان داشتم دویدم به سمت سر کوچه و همونجا سوار اولین ماشینی که برام نگه داشت شدم. خیالم که راحت شد نفس لرزونم و بیرون فرستادم و سرم و به سمت خونش برگردوندم. میران با همون لباسا وسط کوچه وایساده بود و خیره و مستقیم نگاهم میکرد. یه نگاهی که حتی از همین فاصله هم میتونستم شدت ناباوریشو حس کنم. خانم کاشانی، حواست کجاست شما؟ ای بابا! با شرمندگی نگاهمو از چهره عصبی و کلافه سمی گرفتم و زل زدم به زمین. در طول امروز سومین بار بود که سفارش مشتری و اشتباه ثبت کردم. دوبار اول راضی شدن صبر کنن تا دوباره سفارش جدیدشون آماده بشه، ولی این آخری اونقدر بدقلق بود که فوری بهش برخورد و بلند شد رفت. الانم برعکس همیشه که سمی با گیرهای بیخود کار کردن و برامون سخت میکرد، بهش حق میدادم بخواد اینجوری عصبی بشه و یه بار جلوی بقیه، یه بارم اینجا توی اتاقش سرم داد بزنه. این چندمین باره که توی هفته گذشته همچین اشتباهی میکنی. اگه دیگه دوست نداری کار کردن توی اینجا رو، خب استعفا بده برو. ما که به خاطر پارتی دوست پسرت دستمون بسته است و دیگه توی همون دومین اشتباه باید در اصل اخراج می شدی. من تا حالا تو پرسنلم همچین آدم بی انضباط و بی مسئولیتی نداشتم. چشمامو محکم بستم و هیچ حرف دیگه‌ای جز ببخشید به زبونم نیومد. نمیدونستم باید چی بگم و چی کار کنم. دست خودمم نبود این اشتباهها. کدوم یکی از این پرسنل اگه تو زندگی الان من بود و این لحظه های پر اضطراب و سپری میکردن میتونستن درست حسابی کار کنن.
اگه به حقوقش احتیاج نداشتم استعفا میدادم و هم سمی و از شر خودم خلاص میکردم و هم از این همه تحقیر و توبیخ شدن توی محیط کارم نجات پیدا میکردم. ولی وسط این همه دلمشغولی و درگیری‌های فکری، پیدا کردن یک کار دیگه با حقوق خوب معضلی بود که تحت هیچ شرایطی نمیخواستم و نمیتونستم که بهش فکر کنم. آخه خانوم، ببخشید که نشد جواب. اینکه هر بار به خودت اجازه بدی هر گندی و بزنی و بعدش هم خیالت راحت باشه که با یه ببخشید سر و تهش هم میاد، اینجا کار راه نمیافته که. بله. ام، آقای سمی حق با شماست، ولی من این روزا یکم درگیری فکری دارم. درست میشه، قول میدم اینجوری نمیمونه. قول میدم دیگه اشتباه نکنم. ضرر و زیان این اشتباهایی که توی این مدت کردم هم از حقوقم کم کنید. معلومه که کم میکنم. من خودمم باید بابت همه چیز به یکی دیگه جواب پس بدم. پس لطفاً خودت پای اشتباههای خودت وایسا و مجازاتش هم ببین تا بفهمی تکرار کردنشون بیشتر از همه به ضرر خودت تموم میشه. نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزون و لحن ناامیدم لب زدم: چشم، برگرد سر کارت. با سر پایین افتاده از اتاقش زدم بیرون و به این فکر کردم که چرا بیخودی قول دادم. من مگه قرار بود زندگیم روی خوش ببینه و این روزای جهنمیم به همین زودی تموم بشه که قول بهتر شدن همه چیزو دادم؟ تا وقتی میران توی زندگیم بود این استرس و حال بد از من جدا نمیشد. درست مثل همین ساعتهایی که داشتم با بدبختی سپری میکردم. بعد از کاری که صبح میخواستم باش بکنم و فرار کردنم از دستش، فکر کردم زودتر از اینا یه خودی نشون بده و با زنگ زدن یا حتی پیام دادن یه حرکتی بزنه. ولی هیچ خبری ازش نبود و همین باعث شد هر ثانیه‌ای که میگذره به حجم بیش از حد زیاد شده استرسم اضافه بشه. میران آدم ساکت نشستن در برابر این کار من نبود. میران آدم حق دادن و کوتاه اومدن نبود. میران آدم گذشت و فداکاری نبود و مطمئنم تنها چیزی که تو اون اتفاق نمیدید پشیمون شدن لحظه آخرم بود و بیشتر همون نیت و قصد اصلیم بود که براش اهمیت داشت و باقی برنامه ها و حرکاتش رو طبق همون میچید. برگشتم سالن و رو به همکارم که داشت میرفت سمت میز مشتری تا سفارش بگیره گفتم: میخوای من برم؟ نه عزیزم، خودم میرم. تو به مشتری بعدی برس. سری تکون دادم و برگشتم سمت در ورودی تا به محض اومدن مشتری جدید برم به استقبالش و جلوی چشم سمیعی که اومده بود توی سالن نشون بدم که تلاشمو از همین الان برای بهتر شدنش شروع کردم. ولی هیچ وقت توی زندگی قرار نبود شانس با من یار باشه، وگرنه محال بود مشتری بعدی که پاشو از در این خراب شده تو میذاره میران باشه. چرا اونقدر توی ناخودآگاهم کودن و ابله بودم که فکر میکردم میران ته ته دلش با دیدن شدت و حجم بیچارگیم تو اون سالن ورزش به رحم اومده و حتی شده چند روز دست از سرم بر میداره تا به خودم بیام. ولی حالا این نگاه خیره و این لبخند عمیقی که حین نزدیک شدن به من روی صورتش نشون میده که از صبح در حال خودسازی بوده و با بیشترین نیرو و توانش اومده تا یه بار دیگه ضربه‌شو به روح و روان، یا شایدم به جسم منی که بعد از 2 هفته یه زور کوچیک و نصف نیمه بهش نشون داده بودم بزنه و بره. نگاهم بی اختیار یه لحظه برگشت سمت سمی که با دیدن میران عصبانیتش بیشتر شد و لابد با خودش گفت: خیلی حواسش جمع کار بود، حالا دوست پسرش هم اومده ور دلش. ولی خب با همه اینا رفتن آبروم پیش همکارام آخرین چیزی بود که میخواستم.
واسه همین ناچار بودم با میران و این نقشی که توش فرو رفته راه بیام و منم یه لبخند زورکی روی لبم بنشونم. اما نمایش واسه اون خیلی غلیظ‌تر بود که به محض نزدیک شدن به جای دراز کردن دستش برای دست دادن با من، صورتمو با هر دو تا دستش نگه داشت و قبل از اینکه بخوام جلوی حرکت بعدیشو بگیرم سرمو یکم خم کرد و لباشو چسبوند به پیشونی. همه تنم منقبض شده بود و خدا خدا می کردم آدمهای زیادی این صحنه رو ندیده باشن. ولی خب آرزوی محالی بود، چون به محض فاصله گرفتنش خیرگی نگاه چند نفر رو روی خودم حس می کردم. قدوم من چطوره؟ دلم تنگ شده بود برات. لبخندم دست پاچه تر شد. نمیدونم چرا، ولی ترجیح میدادم عصبانیتشو ببینم، نه این حجم از خونسردی، و اونم چند ساعت بعد از این که تصمیم به کشتنش گرفته بودم. اینجا اینجا واسه چی اومدی؟ برعکس من که با لحن پر از خجالت و صدای آروم حرف می زدم، اون بلند و رسا جوابمو داد. گفتم که دلم تنگ شده بود. اومدم اینجا شام بخورم که هم تو رو ببینم، بعدم با هم برگردیم خونه. مطمئناً مهمترین قسمت حرفش همون جمله آخر بود. برگردیم خونه. همه اتفاقات قرار بود همون جا بیفته و میران از الان اومده بود که فقط دوز اضطراب و تشویش منو بالا ببره. ولی با وجود لرزی که توی بدنم بود و حال خرابی که لحظه به لحظه بیشتر میشد، به روی خودم نیاوردم و آروم جواب دادم. باشه، برو بشین یه جا، میام سفارش تو میگیرم الان. باشه عزیزم. خوشبختانه بدون حرف و حرکت اضافه‌ای رفت یه گوشه پشت یه میز نشست و از همونجا نگاهی به منی که تا لحظه آخر با چشمام بدرقش کردم انداخت و چشمک زد. منم با این که بیشتر تمایل داشتم برم سمت اتاق استراحتمون و چند دقیقه وقت بذارم برای آروم شدنم، سریع به خودم اومدم و راه افتادم سمت میز مشتری بعدی که بلافاصله بعد از میران اومده بود. امشب باید خیلی بیشتر از همیشه حواسمو جمع می کردم. بعد از اینکه سمی اونطوری بهم توپید، چاره‌ای جز این نداشتم. بر فرضم که رو حساب آشنایی میران با رئیس هتل منو اخراج نمی کرد، ولی خب دیگه جلوی کم شدن میزان حقوقم به خاطر چپ و راست اشتباه کردنم رو نمیتونستم بگیرم و این تو این شرایط قمر در عقرب فعلی زندگیم که هر لحظه با یه زلزله تکون میخورد اصلاً به صلاح نبود. سفارش 2 تا مشتری رو که گرفتم، راه افتادم سمت میزی که میران پشتش بود و داشت منو رو ورق میزد. کنارش وایسادم. انتخاب کردی؟ منو رو بست و سرش رو برای دیدنم بالا گرفت. تو که میدونی من عاشق پپرونی های اینجام. اولین بارم خودت بهم معرفی کردی. پس همون. با یاد اون روزای ننگین اخم روی صورتم نشست و سرمو به تایید تکون دادم. مشغول ثبت سفارشش توی تبلت بودم که پرسید. خودت چی میخوری؟ من؟ مهم. یه چیزی سفارش بده با هم بخوریم. من من فعلا میل ندارم. سرمم شلوغه. باید به کارم برسم. کار جای خودش، شامم جای خودش دیگه. گوشه لبمو به دندون گرفتم و یکم فکر کردم چجوری از این یه دندگیش که بعضی وقتا مثل الان به بالاترین حدش میرسید خلاص بشم. چون فقط کافی بود بفهمه روی مسئله اصرار دارم و تا مجبورم نکنه خلافش عمل کنم. بی خیال نمیشه و امروز بدترین روز ممکن برای این کار بود. با همه اینا حس کردم صداقت بهترین روش ممکنه که یک کمم عجز قاطی لحنم کردم و گفتم نمیشه. همین جوریشم سمی گیر داده. امروز چند بار اشتباه کردم.
ببینه از زیر کار در رفتم و نشستم به غذا خوردن کفری میشه. یکم به سمتش خم شدم و با التماس بیشتری زل زدم به چشمای بی‌حسش. تو رو خدا میران، همه چیو که ازم گرفتی، کارمو ازم نگیر. پوزخندی زد و با بیرحمی لب زد. گرفتن کار قصاص خوبی در برابر گرفتن جون نمیشه، نه؟ وارفته و مبهوت زل زدم بهش. یعنی جدی جدی قصدش همین بود؟ اومده بود تا اقدام ناموفق منو با گرفتن شغلم تلافی کنه؟ نمیدونم چی تو چهرم دید که عقب کشید و با خنده گفت خب حالا غش نکنی دوباره. نه ترس، آسیبی به شغلت نمیزنم. گفتم که فقط دلم تنگ شده بود اومدم ببینمت. برو به کارت برس. غذام که تموم شد آماده شو با هم بریم. کارت تا اون موقع تموم میشه دیگه. نفسی گرفتم و سرمو به تایید تکون دادم. با وجود حرفی که زد حتی ذره‌ای دلم آروم نگرفت، چون دیگه عادت کرده بودم که به این آدم و حرفاش هیچ جوره اعتماد نکنم. ولی حالا که اجازه رو صادر کرده بود سریع برگشتم سر کارم و سعی کردم تا حد امکان نگاهم سمت میزی که میران پشتش نشسته بود بر نگرده. فقط وسطها گاهی یواشکی نگاهش می‌کردم که می‌دیدم کاملا راحت و خونسرد، انگار که جدی جدی برای غذا خوردن اومده بود، نه آزار دادن من. یا سرش توی گوشیش بود یا غذاشو می‌خورد و حتی سعی نمی‌کرد با چشم چرخوندن توی سالن دنبالم بگرده. همه اینا باعث شد راحت‌تر به کارم ادامه بدم و سفارش مشتری‌ها رو بدون هیچ ایرادی ثبت کنم که بالاخره نگاه‌های خیره و آماده برای گرفتن آتوی سمی هم از روم برداشته شد و تونستم نفس راحت‌تری بکشم. دیگه تقریباً به آخرای ساعت کاریم رسیده بود و موج جدید استرس به جونم افتاد. با فکر به این که میران برای قسمت رفتن به خونه چه برنامه‌ای برام چیده. ضمن این که واقعاً دیگه برام غیر ممکن بود که واسه 3 شب متوالی خونش باشم. من من داشتم همه این بدبختی‌ها رو تحمل می‌کردم که فقط آبرو و حیثیتم پیش خانواده داییم نره و حالا اونا همین جوریشم با این رفت آمدهای بیش از حد زیاد شده من بهم مشکوک شده بودن. داشتم فکر می‌کردم از هر راهی که شده فکر رفتن به خونه‌ش رو از سرش بندازم و حتی شده پیشنهاد بدم خودم فردا صبح برم خونه‌ش، که با صدای افتادن چیزی روی زمین سرمو به سمت میزی که داشتم از کنارش رد می‌شدم برگردوندم. چنگال یکی از مشتری‌ها افتاده بود زمین و مردک حتی به خودشم زحمت نمی‌داد تا دلا بشه و برش داره. با نهایت پررویی جوری به من زل زد که مثلا بهم بفهمونه وظیفه منه که برش دارم. تو این روزی که سمی بیشتر از همیشه روم زوم کرده بود، سر و کله زدن با همین مشتری‌های روی اعصاب و کم داشتم که جور شد. ولی اهمیت ندادم و بعد از برداشتن چنگالش گفتم میرم براتون یکی دیگه میارم. دیگه نموندم تا حرفی بزنه و رفتم یه چنگال دیگه براش آوردم و گذاشتم روی میزش. ولی همین که رومو برگردوندم و خواستم رد بشم، این بار ظرفی که توش چند مدل سس قرار داشت روی زمین چپه شد و سس‌ها هم هر کدوم یه طرف افتاد. با بهت زل زدم به صورت پسری که لبخند روی لبش نشون میداد این بار از قصد این کارو کرد. چرا اونقدر آدم‌های بیشعور و وقیح دور و بر من زیاد بودن؟ خانم کاشانی مشکلیه؟ با صدای سمی که از جلوی صندوق داشت صدام میزد، سرمو یکم به سمتش برگردوندم که با ایما و اشاره بهم فهموند زود اونا رو از زمین جمع کنم و منم از سر ناچاری و بدبختی سرمو به تایید تکون دادم و روی پاهام نشستم واسه جمع کردن گندی که پسر زده بود. همه وجودم می‌لرزید از شدت خشم و حس تحقیر،
به خاطر اینکه باید جلوی پای یه آدم مریض مثل این می نشستم و گندکاریشو تمیز می کردم. ولی ولی خشم اصلی برای وقتی بود که خودشم از روی صندلیش بلند شد و روبروی من نشست تا مثلا توی جمع کردنشون بهم کمک کنه. شبا هم هستی اینجا؟ با سؤال یهوییش سرمو بالا گرفتم و متعجب و مبهوت زل زدم بهش که با همون لبخند کریهی که در نظرم حتی از لبخندهای به شدت روی اعصاب میران هم مزخرفتر بود گفت: من تا فردا شب تو همین هتلم. اتاق 308. چشمکی زد و با وقاحت، شایدم رذالت، ادامه داد: شماره‌تو بده. شاید شب به یه بالش اضافه احتیاج داشته باشم. بگم برام بیاری. خجالت بکشی. تنها حرفی بود که به زبونم اومد و دلم میخواست فریادش بزنم که بقیه هم بشنون و بفهمن چه آدم پست و کثیفی داره کنارشون توی این رستوران غذا میخوره. ولی از اونجایی که حس میکردم اونی که باید به من حق بده نمیده، صدامو بالا نبردم، ولی خشمی که داشتم اونقدر زیاد بود که از نگاهم بخونه و متوجهش بشه. چرا؟ دندونامو محکم به هم فشار دادم و سرمو انداختم پایین. ترجیح میدادم دیگه هم کلام نشم با عوضی‌هایی مثل این که سریع مشغول ادامه کارم شدم تا زودتر از شرش خلاص شم. با تو هم. میگم چرا؟ تو پاشو. من بهت میگم چرا. با شنیدن صدای آشنایی از بالای سرم مو به تنم راست شد و نفسم توی سینه گیر کرد. چرا واسه چند دقیقه به کل حضور میران رو فراموش کردم و اصلاً یادم نبود تمام مدت با نگاه خیرش داره منو برانداز میکنه و 100% در جواب پر روی این آدم ساکت نمیمونه. آب دهنمو قورت دادم و سرمو با تأخیر گرفتم بالا. ولی نگاه پر از اخم اون به پسره خیره بود که حالا اونم داشت بر رو بر به میران نگاه میکرد، ولی از جاش تکون نمیخورد. وحشت اینو داشتم که هر لحظه صدای میران بلند شه، ولی با همون حالت خونسردانه و ولوم پایین گفت: تن لشتو بلند میکنی یا کشون کشون دنبال خودم ببرمت. یارو با این حرف بهش برخورد که یه ضرب بلند شد و توپید: به شما چه ربطی داره؟ میران با دست به در ورودی اشاره کرد و گفت: بریم بیرون حرف بزنیم. دوست ندارم تو محل کار خانومم آبروریزی درست بشه. رنگ از صورت پسره پرید. وقتی دید میران موقع گفتن خانومم به من اشاره کرد، درست مثل منی که هنوز توانایی بلند شدن از روی زمین رو نداشتم و چیزی به پس افتادنم نمونده بود. نگاه میران که یه لحظه به سمتم برگشت متوجه حال و روزم شد که اخماش بیشتر توی هم فرو رفت و نزدیکم شد و از پشت پهلوهامو گرفت و کمکم کرد تا بلند شم و آروم در گوشم گفت: نه ترس، دهنشو بی آبروریزی سرویس میکنم. کنارم که وایساد عاجزانه صداش زدم: میران؟ لبخند مهربونی به روم زد، ولی دوباره با همون چهره پر از خشم برگشت سمت پسره که انگار تو این فاصله خودش رو آماده کرده بود واسه توضیح. جناب، من در جریان نبودم که. گفتم بریم بیرون. کر که نیستی؟ هستی؟ مواظب حرف زدنتون باشید. لبخند میران این بار رنگ و بوی تهدید داشت. دلم میخواست آویزون پسره بشم و التماسش کنم که با این آدم یکی به دو نکنه. دلم میخواست بگم صابونش به تن من خورده و میدونم اگه باهاش راه نیای ممکنه همینجا حرصشو با یه مشت توی صورتت خالی کنه. ولی خوشبختانه کوتاه اومد و جلوتر از میران راه افتاد بره که اونم رو به من گفت: کارت که تموم شد حاضر شو بریم. نگران اینم نباش. خب؟
بدون اینکه به من فرصت عکس‌العمل نشون دادن بده پشت سر پسر راه افتاد و منم نفس حبس مونده توی سینه‌مو با خیال راحت بیرون فرستادم. دیگه برام مهم نبود بیرون چه اتفاقی بینشون میفته و اگرم پسره میرفت به سمی شکایت میکرد بهش میگفتم چه پیشنهاد وقیحانه‌ای بهم داد. هرچند عجیب حس میکردم میران جوری ساکتش میکنه که محاله واسه همچین چیزی بره پیش سمی و از این جهت یه جورایی مدیونش شدم. با همه حسای مزخرفی که تو یه ساعت گذشته با حضورش بهم داد، اگه نبود این قضیه اینقدر راحت فیصله پیدا نمی‌کرد و اگه می‌خواست یه بار دیگه پام در اثر نارضایتی مشتری‌ها به اتاق سمی باز بشه، کارم تموم بود. چون براش هیچ اهمیتی نداشت اون مشتری چی ازم می‌خواست و تحت هر شرایطی من باید جوابشو محترمانه میدادم. کارم دیگه تموم شده بود و چند دقیقه اونقدر مشغول گرفتن و تحویل سفارش شدم که حواسم به کل از میران و اون پسره بی‌تربیت پرت شد و حالا داشتم میدیدم که میز جفتشون خالی شده. یعنی میران اومد پول شامش رو حساب کرد و رفت و نیومد سراغ من؟ این اصلاً با شناختی که تو این مدت ازش پیدا کرده بودم همخونی نداشت. با فکر این که توی ماشین منتظرم نشسته برای اینکه بیشتر از این آتو دستش ندم واسه عصبانیت، با قدم‌های بلند راه افتادم سمت اتاق استراحت برای عوض کردن لباسم. ولی همین که در اتاق رو باز کردم، با دیدن میران که با تکیه به دیوار روبروی در وایساده بود و داشت با گوشیش ور میرفت، همونجا خشک شدم و ناباور بهش زل زدم. اینجا چی کار میکرد؟ سرشو بلند نکرد. فقط چشماشو برای دیدنم بالا آورد و خونسرد گفت بپوش بریم دیگه. خیلی سخت نبود فکر کردن به این که همه اینا یه پیش درآمده برای بازی اصلیش و من طبق معمول باید درست تو همون مسیری که میران جادش رو برام هموار کرده پیش برم تا ببینم تهش قراره به کجا برسم. یا در واقع هدفش چیه از کشوندن من توی این مسیر؟ واسه همین ترجیح دادم فعلا ساکت بمونم و با قدم‌های آروم و نامطمئن رفتم سمت کمدم و خواستم کلیدشو از توی جیبم در بیارم که دیدم احتیاجی نیست. قبل از اینکه بخوام دنبال کلیدم بگردم دیدم در کمدم بازه و این تمام مدت کار کردنم توی هتل اصلاً سابقه نداشت. نفهمیدم چی شد. فقط یه لحظه همه تیکه‌های پازل رو کنار هم چیدم و با فکر این که حضور میران توی این اتاق کاملا ربط داره به باز بودن در کمدم، هل زده رفتم سمتش و مشغول گشتن تو همه زوایا و زیب‌های کوچیک و بزرگ و اون مکان مخفی کیفم شدم. تقریبا دیگه داشتم مطمئن می شدم همه این نمایش ها برای چی بود و میران چرا یهو تصمیم گرفت بی خبر بیاد اینجا دنبالم که قبل از نتیجه گیری نهایی صداش از پشت سرم بلند شد. دنبال این میگردی؟ با چنان شدت و سرعتی برگشتم سمتش که بدون شک چند تا از مهره‌های ستون فقراتم جابجا شد. ولی خب کاش کمرم به طور کامل می شکست و چشمم به اون قرصی که بین دوتا انگشت میران بود نمی افتاد. اون قرص همه امید من برای خلاص شدن بدون تردید از این وضعیت بود و حالا با کار احمقانه یا در واقع عجولانه صبحم داشتم موقعیت بعدیمو هم از دست می دادم. چشمامو محکم بستم و سرمو با نهایت درماندگی به چپ و راست تکون دادم. حتم داشتم اون لحظه‌ای که من تو اوج خشم بودم از رفتار وقیحانه اون پسره، میران وقتی کمکم کرد تا از روی زمین بلند شم کلید این کمد از توی جیبم در آورده و من اونقدر حواسم پرت بود که نفهمیدم و حالا باید چوب این حواس پرتی رو میخوردم. وسط اون آشوب و هیاهوی ذهنم
یه استرسم بابت این داشتم که هر لحظه یکی از همکارام سر برسه و چشمش به میران توی این اتاق بیفته. از اونجایی که میدونستم این آدم قرار نیست به همین راحتی دست از سرم برداره، اول رفتم سمت در و قفلش کردم و بعد با قدم‌های بلند راه افتادم سمت میران. شدنی نبود، ولی شانسمو امتحان کردم و خواستم توی یه حرکت قرص سلفون پیچ شده رو از بین انگشتاش بیرون بکشم که دستشو مشت کرد و با ابروهای بالا رفته و لبخندی که روی لبش نشونده بود خیرم شد. دندونامو محکم به هم فشار دادم و با حرص غریدم: بدش به من. واسه چی؟ میخوای چی کار کنی باهاش؟ به تو ربطی نداره. چرا؟ اتفاقاً با کاری که صبح کردی فکر کنم دیگه به منم مربوط میشه. نترس. این یکی دیگه واسه خودمه. موقعیتی که میتونستم باهاش از شر تو خلاص شم سوخت. ولی نمیذارم شانس خودم از بین بره. لبخند ساختگی روی لبش با این حرف از بین رفت و انگار دیگه نتونست بذاره اون نقاب خونسردی که تمام این 1 ساعت گذشته روی صورتش بود باقی بمونه. اگه میگفتی اینم واسه منه راضی تر بودم. مطمئن باش اون موقع حتما بهت برش میگردوندم، چون خیلی کنجکاوم بدونم دفعه بعدی چجوری قراره خودتو راضی کنی واسه آلوده کردن دستت به خون یه آدم. ولی حالا که داری اینقدر با صداقت حرف میزنی، قرصو بین 2 انگشت وسط و اشارش نگه داشت و روی هوا تکونش داد. پشت گوشتو ببینی قرصو میبینی. با همه حرص و خشم و بغضی که داشت گلومو پاره میکرد، به قفسه سینه‌ام مشت کوبیدم و نالیدم: به تو ربطی نداره. زندگی خودمه. مچ دستم و محکم با دست آزادش نگه داشت و اونم مثل من عصبی جواب داد: مثل این که یادت رفته زندگی توی دست منه. منم نه الان نه هیچ وقت دیگه‌ای قصد ندارم دستمو باز کنم. پس این فکرای احمقانه رو از توی سرت بریز بیرون قبل از اینکه خودم از راه و روش مخصوص خودم واسه این کار اقدام نکردم. پوزخندی زدم و در حالی که خودم به حرفی که میزدم اطمینان نداشتم، ولی مستقیم به چشماش خیره شدم و جواب دادم: خیلی به خودت و تواناییات اعتماد و ایمان نداشته باش. شاید هنوز تصمیمم اونقدر قطعی نشده باشه که بخوام از هر موقعیتی برای خودکشی استفاده کنم. ولی معنیش این نیستش که تو میتونی همه این موقعیت‌ها رو ازم بگیری. باشه، اون قرص مال خودت، ولی من 1000 تا راه دیگه دارم که باهاش. آخ! با درد شدیدی که توی مچ دستم پیچید ساکت شدم و زل زدم به چهره سرخ شده از خشم میران و رگ‌های برآمده شده پیشونیش. مگه اینکه بخوای خوابشو ببینی و من بذارم زندگی تو با دست خودت تموم کنی دورین خانوم. چرا؟ چرا؟ که اینقدر خودم و وسط این جهنم زنده نگه دارم تا زندگی با دست تو تموم بشه؟ هنوز نفهمیدی من هر غلطی هم بکنم قصد جون تو ندارم؟ فکر کردی کارایی که الان میکنی کم از قتله؟ جسممو نمیکشی ولی روحمو تا حالا 1000 بار کشتی. غیر از اینه؟ بعدشم یه جوری نگو که انگار دلت برای من به رحم اومده. منو نمیکشی چون دوست نداری پات گیر بیفته و خودتو به دردسر بندازی. وگرنه چیزی به اسم رحم و مروت توی وجود یه آدم آهنی مثل تو پیدا نمیشه. یکم خیره خیره با همون صورت عصبیش بهم زل زد و بعد مچ دستم و محکم ول کرد که در اثر حرکتش چند قدم عقب رفتم. حین ماساژ مچ پردردم خیره خیره بهش نگاه کردم. انگار اصلا اینجا نبود و داشت افکار توی سرشو مرتب می کرد که آخر سرشو به تایید تکون داد و حین بیرون رفتن از اتاق لب زد: تو ماشین منتظرتم.
منم تا لحظه آخر چشمم به اون دستی که قرصمو توی مشتش نگه داشته بود موند و با رفتنش نفسمو درمونده بیرون فرستادم. چرا با یه تصمیم احمقانه اونقدر راحت خودمو و تنها راهی که میتونستم باهاش بی برو برگرد خودمو خلاص کنم بدون اینکه راه برگشتی برام وجود داشته باشه رو از بین بردم. خب دوستان گل، این هم یک قسمت دیگه از رمان تارگت. خوشحالم که فعلا تا اینجا هیچ خون و خونریزی در کار نبوده. امیدوارم نویسنده توی قسمت‌های بعدی برای ما هیجان و سورپرایز بیشتری البته از نوع مثبتش داشته باشه. از اینکه با من همراه هستین، ویدیوها رو لایک میکنید، کامنت میذارید و با این کارهاتون از من و رادیو شبانه کانال خودتون حمایت میکنید سپاسگزارم. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.